پلیس شهر قرغانتپه سه جوان محلی را با اتهام زنازنی با استفاده از کارت بازداشت کرده است. مقامات گفتند که ساعت 5:30 روز 14 مارس در محله کیهانوردان واقع در کنار رود جیهون در قرغانتپه میان یک گروه جوانان زد و خورد صورت گرفته زخمیان نیز هستند. با گفته این همصحبت ما شماره این جوانان از دو جانب احتمال تا 20 نفر می رسید و آنها هنگام زنازنی از کارت نیز استفاده کردند. حالا سه تن بازداشت شده است و چند نفر دیگر جستجو می شود. بر اساس شاهدی بازداشت شده و چند نفر نیز زخمی شده است. حادثه زد و خورد میان نابالغان را یک مقام پلیس در قرغانتپه حادثه کردزنی نامید. زد و خورد این جوانان در قرغانتپه در حال رخ داده است که ماه ینور سال جاری در پی حادثه شبیه در دوشنبه سه جوان هلاک شد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز در ماه فوریه در واخری با فعالان شهر دوشنبه از افزایش زنازنی جوانان و نابالغان نگرانی کرده به مقامات برای جلوگیری از چنین حادثه‌ها دستور داده بود. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با اشتراک جوانان و نابالغان بیش از 5000 جنایت صادر شده است.